بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر مجدد خدمت یکایک بزرگواران و عزیزانی که زحمت کشیدن و سر کلاس حاضر شدن با جلسه، اگر اشتباه نکنم 12ام، درسته دوستان؟ جلسه 12ام. بله، جلسه 12ام سطح یک اصلاح‌شناسی در خدمت بزرگواران هستیم. انشاءالله که با هم یک جلسه خوب و مفید و پر انرژی رو داشته باشیم. بچه‌ها، سرفصلی که توش قرار داریم همونطور که مستحضرید سرفصل ساختار اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی، ما فعلا توی بحث اطلاعاتش هستیم. اگرچه که توضیحاتی که من همین ابتدای این سرفصل دادم اینه که اصلا بحث امنیت همیشه وابسته به اطلاعات نیست. گاهی وقتا نیروهای امنیتی نیروهایی هستن که اصلا به عنوان نیروی یا دستگاه اطلاعاتی تلقی نمیشن، اما خب به خاطر اینکه نقشی در تامین امنیت دارن به عنوان نیروی امنیتی ازشون یاد میشه و نباید همیشه اینها رو با نیروهای اطلاعاتی و دستگاه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی اشتباه بگیریم. فعلا داریم در مورد ساختار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با هم یه بحثی می‌کنیم. انشالله اگر امشب بتونیم تمام کنیم که هیچ، اگر نتونستیم هم جلسه بعد تمام کنیم وارد بحث ساختارهای امنیتیش هم میشیم. بچه‌ها، جلسه پیش ما ساختار سازمان موساد رو خدمت بزرگواران تدریس کردیم. واحدهای این سازمان، میزهای منطقه‌ای، چالشاش رو با هم یه صحبتی کردیم. اگر نسبت به جلسه گذشته سوالی هست الان بفرمایید، اگر نیست وارد سازمان بعدیشون که اطلاعات داخلی بشیم. سوالی هست دوستان از جلسه پیش؟ خب منتظریم اگه سوالی باشه بزرگواران بپرسن در مورد بحث موساد و کلاً تشکیلات‌های اطلاعاتی اسرائیل. بسیار خوب دیگه بچه‌ها. اگر خانم حجیزاده اون اشخاصی که مایل هستن مهاجرت کنن به رژیم صهیونیستی موفق نشن از طریق راه قانونی و سادش مهاجرت کنن، چون که خود وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی و کلا نهادهای مرتبط با جذبش، چه آژانس یهود باشه، چه چهار تا وزارتخونه مرتبط با سیاست خارجی باشه، هر یک از این اگر درگیری بشن و متوجه بشن که این شخص نمیتونه وارد بشه، پرونده رو به موساد میدن و خود موساد به واحد سایانیم میسپاره و واحد سایانیم با ایشون ارتباطه رو برقرار میکنه. بحث امنیت غیر جناحی هم نیست همیشه، نه. اتفاقا شاهد اینا خیلی دخالت میکنن تو مباحث اطلاعاتی و امنیتی. اینطور نیست که ما بگیم کاملا مستقله. خیلی وقتا همین سیاسی بودن و تبعیت از رده‌های سیاسی تاثیرگذاره توی عملکرد سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی. خب بریم ادامه بچه‌ها. دوستان، در مورد سازمان اطلاعات داخلی یا همون شاباک و شینبت صحبت می‌کنیم الان با هم. عکسی که شما می‌بینید یک عکسی از سازمان شینبت در چند سال گذشته هستش که آقای نتانیاهو بازدید داشتن ازش. لوکیشنش مشخصه، این هم تقریبا طرفای تل‌آویو و شما با این عدد میتونید به ساختمان اصلی شباک اشرافیت داشته باشید و به صورت نقشه ببینیدش. بچه سازمان اطلاعات شباک ما گفتیم که یک سازمانیه که روی بحث اطلاعات داخلی کار میکنه، اما اطلاعات داخلی از حیث مقیاس‌های جغرافیایی الزاماً به معنی اینکه تمامی کارهاش داخل مرزها باشه نیست. مثلا ما گفتیم ممکنه یک شبکه‌ای قصد عملیات‌های انتحاری داشته باشه توی رژیم صهیونیستی که بحث آموزش یا سازماندهی این شبکه‌ها توی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس باشه. حتی در این مورد هم ما گفتیم که سازمان شبکه به عنوان سازمان اطلاعات داخلی در یک کشوری غیر از اسرائیل هم ورود میکنه برای جمع‌آوری اطلاعات و حتی اقدام علیه
متجاوزین و متخاصم ها به امنیت ملی رژیم صهیونیستی. اما وظایف اصلی شباک عبارتند از یک، جمع‌آوری اطلاعات غیر نظامی در حوزه داخلی. بچه‌ها ما گفتیم که اطلاعات، اینا که میگم یادآوری، اطلاعات یا حوزه نظامی میشه یا حوزه امنیتی. غیر نظامی یعنی حوزه امنیتی. پس شباک موظفه در خصوص تامین امنیت ملی رژیم صهیونیستی از حیث داخلی اطلاعات امنیتی رو جمع‌آوری بکنه. این اطلاعات رو تحلیل میکنه، یعنی اینطور نیست که صرفا داده جمع‌آوری کنه و وظیفه سازمان تموم بشه. نه، داده های امنیتی رو در خصوص داخل جمع‌آوری میکنه، تحلیل میکنه، وارد چرخه اطلاعات میکنه و به عنوان یک اطلاعات کاملا هوشمندانه شده و آماده قابل ارائه خواهد بود برای مقامات سیاسی و امنیتی و حتی اگر نیاز باشه نظامی. یعنی سازمان شباک در کارکردهای سازمان‌های اطلاعاتی که خدمتتون توضیح دادیم، علاوه بر جمع‌آوری داده و تحلیل، به عنوان مشورت کننده و مشاور مقامات سیاسی و حکومتی هم محسوب میشه. اگر بنا باشه اتفاق مهمی داخل رژیم صهیونیستی بیفته، حتما بچه‌ها دولت و گاهن حتی ارتش از شباک برای مسئله امنیت این اتفاق مهم حتما مشورت میگیرن. سازمان شباک یک سری بهشون توصیه هایی میکنه برای اینکه از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی به مشکل بر نخورن. حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده اسرائیل و مسئله ضد جاسوسی. بچه‌ها همونطور که توی ایران اداره کل حراست و یا بهتر بگیم سازمان کل حراست وجود داره و یکی از وظایفش اینه که به حفظ و نگهداری اطلاعات دولتی بپردازه، توی رژیم صهیونیستی شباک وظیفش اینه که از اطلاعات وزارتخونه‌ها و نهادهای دولتی محافظت بکنه و میتونیم بگیم وظیفه سازمان حراست ایران در اسرائیل رو سازمان شباک انجام میده. اگرچه که ما اینجا میگیم سازمان حراست ایران زیر مجموعه وزارت اطلاعات ایرانه و خود وزارت اطلاعات مستقیما ورود نمیکنه به مسائل اطلاعاتی دولت. اگر بنا باشه به جلوگیری از جاسوسی، جلوگیری از نفوذ، بنا باشه به مسئله حراست از کلا مجموعه های دولتی، خود سازمان حراست این کار توی ایران انجام میده. اما توی رژیم صهیونیستی سازمان اطلاعات شباک گفتیم که مستقیما به مسائل از این قبیل ورود میکنه و ازشون حفاظت میکنه. بحث جلوگیری از ورود جاسوس ها به بدنه دولت و کلا حکومت رژیم صهیونیستی هم با شباک و فرقی نمیکنه، هر وزارتخونه‌ای باشه، نهادی باشه، هر مؤسسه دولتی و غیر دولتی باشه، هر نهادی که وابسته به اسرائیل در منظر ضد جاسوسی و مسائل نفوذ باید با شباک همکاری بکنن. ضد اطلاعات و خنثی‌سازی جریانات ضد امنیتی و تروریستی. بچه‌ها ما گفتیم ضد اطلاعات یعنی چی؟ کسی یادش مونده؟ اگر نیاز باشه بله. ایجاد جریان نه همیشه های پرمرتضوی همیشه ایجاد نه. ضد اطلاعات یعنی جریان اطلاعاتی علیه ما تشکیل شده و به جریان افتاده، داره به سمت ما میاد، در حرکت. ما به این جریان ورود میکنیم که حالا یا جریان ربایی کنیم، اصلا از دست دشمن بگیریم اینو خودمون مدیریتش کنیم، یا انحراف ایجاد کنیم توی جریان، یا اصلا یک اختلالات ایجاد بکنیم. به هر تکنیک و هر تاکتیکی که ممکنه ما این جریانی که بر علیهمون شکل گرفته را از به ثمر رسیدنش ناکام بکنیم. یعنی نذاریم که این جریان هوشمندانه به اون هدفی که میخواد برسه. در مسائل اطلاعاتی این کار یعنی ضد اطلاعات. پس دوستان یک اصل مهم، سازمان شباک رویکرد اصلیش مسئله سلبی و ضد اطلاعاته. یعنی بیشتر از این که سعی کنه یک جریاناتی توی رژیم صهیونیستی تشکیل بده، خودش سعی میکنه جریانات اطلاعاتی و امنیتی دشمن رو خنثی‌سازی بکنه. به خاطر همین بچه‌ها معمولا سازمان‌های اطلاعات داخلی رویکرد غالبشون سلبیه.
دکترین اطلاعاتی اینا سلبیه و اصلا تمرکز اصلیشون رو نمیزنن رو حوزه‌ای که خود این سازمان بیاد یک جریان ایجاد بکنه. اگرچه که بچه‌ها ما کلا از علم اطلاعات بخوایم صحبت کنیم میگیم توی علوم اطلاعات ایجاد یک جریان و رویکرد ایجابی برای طراحی مسئله یکی از ضرورت هاست. یعنی اگر سازمان اطلاعاتی همیشه منتظر بمونه که یک جریانی شکل بگیریم به اون ضد بزنه، این سازمان اطلاعاتی خیلی نمیتونه عملکرد قابل قبولی از خودش ارائه بده. اما خب وقتی که این سازمان اطلاعاتی خودش بشه طراح و شروع کننده مسئله، اینجا خیلی دیگه به نفع خودش خواهد بود. اما معمولا تا به امروز سازمان‌های اطلاعات داخلی سلبی بودن تا ایجابی. اما بچه‌ها شباک الزاماً 100% هم سلبی نیست. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم اصلا کار ایجابی نمی‌کنه. نه، ما گفتیم رویکرد غالبش سلبیه، اما خب ممکنه یک سری مکانیزم هایی رو تقویت بکنه برای اینکه مسئله ضد اطلاعات اصلا شکل نگیره یا اصلا مسئله جاسوسی تقویت نشه دیگه. مسئله آسیب پذیری امنیتی توی رژیم صهیونیستی به عنوان یک بحران دیگه تلقی نشه. ممکنه یک سری مکانیزم هایی رو تعبیه بکنه، یک سری استراتژی هایی رو به کار بگیره سازمان شباک که در بحث امنیت ملی و اطلاعات داخلی اسرائیل یک سری بحران ها دیگه شکل نگیرن. خب این رویکردها میشه ایجابی. اما خب اگر همچنان شباک در موضع این قرار داشته باشه که ایران یا لبنان یا سوریه یا یمن، عراق، هر کشوری که ممکنه با اسرائیل مشکل داشته باشه یه جریانی تشکیل بده اینا ورود کنن بهش، تا مادامی که این اتفاق بیفته روی کرده اینا سلبیه و ابتکار عمل دست ماست. بچه و تقریبا میتونم بگم کلی ترین حوزه وظیفه‌ای شباک اینه که در بحث امنیت داخلی اسرائیل از اطلاعات غیر نظامی استفاده کنه تا تأمین کنه امنیت داخلی رو. بچه وزارت امنیت ملی مسئول سیاسی امنیت داخلیه. یعنی مثلا اگر از لحاظ سیاسی بخوان امنیت داخلی رو نگاه کنن، وزارت امنیت ملی و پلیس پاسخگو هستن. اما از لحاظ اطلاعاتی امنیت داخلی تأمینش، نه اینکه مسئولیت سیاسی شد، تأمینش با شباکه و مسئولیت مهم شباک از حیث اطلاعات نه سیاست. دوستان تا اینجای کار متوجه شدن؟ خب یه سوال بپرسیم بچه‌ها. ما فرض کنید خودمون دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی، چشم من عرض میکنم خودمون دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی هستیم. به ما این اطلاعات میرسه که آقا فرضاً روز جمعه یک اغتشاشی توی دقیقاً مرکز تل‌آویو رخ خواهد داد. بعد این اطلاعات به ما رسید، ما فراینده کلا انجام میدیم، کارهای سازمانی انجام میدیم، موفق میشن نهادهایی که این اغتشاش کنترل کنن و شدتش دقیقه به دقیقه بیشتر میشه. برای این شکست در مدیریت بحران آیا شباک مسئوله یا پلیس؟ دلیلش هم بگید. نه اصلا فعلا به موساد فکر نکنید. شکست یعنی اینکه اغتشاش رو نه تنها رژیم صهیونیستی نتونه کنترل کنه، بلکه دقیقه به دقیقه شدتش بیشتر بشه، پیشروی اونها هم بیشتر بشه. خب تقریبا غیر از یکی دوتا از دوستان برگه اشتباه گفتن. بچه‌ها مگه من نگفتم مسئولیت اصلی شباک در بحث امنیت داخلی اطلاعاته؟ یعنی این ببینید سوال من چی بود؟ ما اگه بخوایم دوباره امتحان بگیریم حتما این سبک رو خواهیم داشت اگر بخوایم مکتوب ازتون بگیریم. ببینید من گفتم
ما فهمیدیم که جمعه قرار اغتشاش بیفته. این فهمیدن ما رو کی به ما توی رژیم صهیونیستی اطلاع داده دوستان؟ خب احسنت. شاباک کار اطلاعاتی کرده، میگه آقا من فهمیدم بر اساس جمع‌آوری و تحلیلم جمعه شب یه اغتشاش هست. بعد خب میگیم دست شما درد نکنه. الان مدیریت اغتشاش با پلیس یا با شباکه؟ خب احسنت، با پلیسه. پس اگر مدیریت بحران اغتشاش توی رژیم صهیونیستی در این مسئله خوب صورت نگیره، این از کمکاری پلیسه. ببینید اصلا خیلی سوال من ریزی بهتون دادم ها که کلمه به کلمش مهم بود. چطور من گفتم الان از لحاظ سیاسی وزارت امنیت ملی موظفه، از لحاظ خود امنیتی پلیس موظفه، اما از لحاظ اطلاعاتی توی امنیت داخلی شباک موظفه عملکرد داشته باشه. همین بود. از حیث اطلاعات اینا کاملا کشف کردن که این اتفاق قرار بیفته. اگر بنا بود با یک اقدام اطلاعاتی جلوشو بگیره، خود شباک میگفت آقا اصلا من یه کاری میکنم اغتشاش شکل نگیره. ولی وقتی میاد میگه جمعه شب اغتشاش میشه، یعنی این اتفاق از لحاظ اطلاعاتی قابل پیشگیری نیست، وقوعش حتمیه. دیگه از اینجا به بعد افسران اطلاعاتی شباک خودشون لباس سوسکی نمیتونن بپوشن که بیان تو خیابون. اینا افسران اطلاعاتی هن. پلیسه که به عنوان نیروی امنیتی ورود میکنه و باید اغتشاش رو به عنوان یک بحران امنیتی مدیریت بکنه. بچه ها همه متوجه این شدن؟ از این سوالای ریز شاید بهتون زیاد بدیم ها. بچه ها این علوم یه خاصیتی دارن، هر چقدر میریم جلوتر. عرض کردم آقای محمد جواد، اگر شباک ببینه که با یک عملیات، با یک اقدام، هرچند اقدام جامع، میتونه جلوی وقوع این بحران رو بگیره، عملیات میکنه. اما اگه ببینه نه، حتی عملیات های اینم جلوی وقوعش رو نمیگیره، دیگه از این وظیفه سلب میشه، به پلیس میره. بچه این علوم یه خاصیتی داره، ریز به ریزش، کلمه به کلمش، ثانیه به ثانیهش مهمه. شاید الان مثلا همه دوستان که استفاده نمیکنن قدرشو ندونن، ولی وقتی یه نفر مثلا میره توی وزارت کشور ایران میشه یک مسئول، دیگه اینجا وقتی این شخص مدیره، براش ثانیه به ثانیه این علم مهمه که آیا الان مثلا یک اطلاعاتی به من رسید ولی اتفاقی نیفتاد، من باید چیکار بکنم؟ اگر اطلاعاتی به من رسید اتفاقم افتاد، باید چیکار بکنم؟ اگر اطلاعات به من نرسید چیکار بکنم؟ ببینید هر حالتی که الان من براتون توضیح میدم کاربرد داره توی سیاست، توی مدیریت کاربرد داره. الان مثلا با استفاده از همین میشه یک سناریوی طراحی کرد برای اینکه نسبت به شباک مسئولین دولتی رژیم صهیونیستی بی‌اعتماد بشن. اگر واقعا ما سرویس هوشمندی داشته باشیم، اگر واقعا مغز متفکر خوبی داشته باشیم، یک سناریوهایی طراحی میکنیم که به این ترتیب یک سری اختلالهایی رو توی مدیریت سیاسی رژیم صهیونیستی پیش بیاریم و به اهداف بلند مدت خودمون برسیم. درسته. خب ادامه بدیم دوستان. بازم از این مثال ها بود و موارد بود، حتما خدمتتون عرض میکنم. بریم در مورد ساختار خود شباک. بچه شباک ساختار داخلیش نسبت به رژیم نسبت به خود موساد یه ذره کوچیک‌تره. واحدهاش اسامی خیلی خاصی ندارن، اما یک سری اداره کل‌هایی اینا داره که مشخصه. اداره کل امور اعراب در شباک به عنوان یکی از اصلی ترین بخش‌های سازمانی شباک یا همون شینبت محسوب میشه که وظیفش امور اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی در حوزه تهدیدات امنیتی عرب زبانان اسرائیل هستش و مهاجرینی که تابعیت خود اسرائیل رو ندارن اما بالاخره ورود پیدا میکنن به رژیم صهیونیستی. بچه‌ها اداره کل امور اعراب میتونم بگم پرکارترین و فعالترین بخش سازمانی شباکه. اینا الان هر اتفاق امنیتی براشون میفته قطعا یه سرش رو ربط میدن به بحث اعراب، چه اعراب خود فلسطین باشه، اونایی که توی نوار غزه و کرانه باختری مستقرن، چه اعراب تابع رژیم صهیونیستی باشه، چه اعرابی باشه که به عنوان مهاجر واردش میشن و خارج میشن.
بالاخره اداره کل امور اعراب به همه اینا باید رسیدگی کنه و اسم اینو که گذاشته اعراب یعنی مشخصه حیطه کاری این با چه کسانی سر کار داره. اداره کل امور غیر اعراب، بچه‌ها غیر اعراب یه ذره کلی‌تره که امور اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی در حوزه تحقیقات امنیتی خود یهودیان و مهاجرین غیر عرب زبان. یعنی مثلا اگر یکی از یهودیان بحث جاسوسی داشته باشه، یکی از خود شهروندان یهودی اسرائیل و حتی صهیونیست‌ها بحث اقدامات ضد امنیتی داشته باشه، بحث شبکه سازی، جریان سازی، بحث یک سری فعالیت‌های اطلاعاتی غیر قانونی، با اینکه عرب نیستن هم خود شباک به اینها میرسه. و اداره کل امور غیر اعرابی که در بحث اشخاص غیر یهودی که اصلی ترینشون یهودیانه، در خصوص غیر عرب که اصلی ترینشون یهودیانه رسیدگی میکنه. و گاهن هم بچه ها بعضی از مهاجرین اروپایی و غربی حتی شرقی روسی به اسرائیل که مهاجرت میکنن شباک بهشون مظنون میشه برای اینکه یک سری فعالیت‌های غیر قانونی و تهدیدآمیزی رو انجام بدن که همین ها هم اداره کل امور غیر اعراب پیگیری میکنه. اداره کل حفاظت و امنیت به عنوان سومین بخش سازمانی شباک محسوب میشه که وظیفش حفاظت از اطلاعات. الان توضیح میدم یعنی چی. حفاظت از اشخاص مهم، نهادهای دولتی، حراست از منافع رژیم صهیونیستی در اسرائیل و سفارتخانه‌های آن. بچه‌ها الان اینجا بحث داره یه ذره. اول یه سوال بپرسم ببینم دوستان چقدر در جریانن. بچه‌ها بحث حفاظت از شخصیت‌های سیاسی ایران توی ایران با کدوم نهاده؟ احسن، سپاه حفاظت انصار. دقیقاً. بچه‌ها کاری که سپاه حفاظت انصار توی ایران میکنه توی رژیم صهیونیستی با شباکه. یعنی شما بحث حفاظت رو میبینید که بادیگارد و سیستم اسکورت و اینا داره. سپاه حفاظت ولی امر متفاوت البته از سپاه انصار. بحث اسکورت و بادیگارد و حفاظت از شخصیت و اینا توی رژیم صهیونیستی با شباکه. حفاظت از شخصیت هم مسئله اسکورتشه و هم مسئله تامین اطلاعاتیشه، هم مسئله ضد جاسوسی و ضد نفوذشه. فقط اون چیزی که توی خیابون میبینید نیست. گاهی وقتا این که توی تلفن همراه اون شخص چی میگذره هم به نیروهای حفاظتیش مربوط میشه. کلا وظایف حفاظت از شخصیت بچه‌ها یادتون باشه توی اسرائیل با شباکه. من اینجا چند تا مسئله مهمم نوشتم. بعد نهادهای دولتی و منافع رژیم صهیونیستی. بچه‌ها شباک یکی دیگه از وظایف اصلیش اینه که کلا از مراکز حساس اسرائیل با رویکرد اطلاعاتی، از منافع مهم رژیم صهیونیستی با رویکرد اطلاعاتی و از سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی در اقصانقاط جهان با رویکرد اطلاعاتی محافظت میکنه. یعنی اینطور نیست که مثلا مامورین شباک با جلیقه ضد گلوله وایستن جلوی در سفارتخونه و هر کی بخواد یه جنبندی رد بشه به گلوله ببندنش. نه، حفاظت به این معنی نه. حفاظت یعنی کار اطلاعاتی، حفاظت از اینا با سازمان شباکه. مثلا داخل اسرائیل کار حفاظت از تأسیسات نظامی و سایت‌های سری ارتش با کدوم نهاد بچه‌ها؟ ببینم یادتون مونده؟ یا جلساتی پیش میخواستم الان بگم و گفتم بپرسم ببینم کدوم یکی از بچه‌ها یادشونه. گفتیم یک نهاد زیر مجموعه ارتش هستش که بحثش و وظیفش، احسنت خانم عادل نیا، آمان پلیس نظامی. آفرین. گفتیم که نهاد زیر مجموعه ارتش یعنی پلیس نظامی وظیفش حفاظت از تأسیسات نظامیه. اون کسی که به عنوان نگهبان میره جلوی سایت نظامی، اون کسی که با اسلحه و جلیقه ضد گلوله اونجا پست میده، نگهبانی میکنه، به عنوان نیروی تامین وای میسته، اینا از پلیس نظامی هن. اما از لحاظ اطلاعاتی تامین امنیت این مراکز مهم با شباکه. یادتون نره بچه‌ها. توی سفارتخونه هم اینطوریه. مثلا سفارت سفارت اسرائیل در انگلیس اگر تهدید بشه، شناسایی اون شبکه‌ای تهدید کننده، کار اطلاعاتی رو اینها و شاید دستگیریشون با شباکه. اما خب
بحث حفاظت فیزیکی از خود سفارتخانه ها و اماکن دیگه بحث جدایی هستش. پس بچه ها، شباک به عنوان اطلاعات داخلی در موارد سفارتخانه ها که اصولا برون مرزی هستن هم ورود میکنه و اداره کل حفاظت و امنیتشه که این کار رو انجام میده. تا اینجا سوالی هست؟ سوالی هست دوستان؟ بسیار خوب، بریم ادامه. بچه ها خب الان اداره کل بعدی به عنوان چهارمین بخش سازمانی شباک اداره کل فناوری و سایبری هستش که وظیفه این هم تامین امنیت اطلاعات. امنیت اطلاعات به عنوان یک رشته تحصیلی، به عنوان یک علم، به عنوان یک حوزه، هر جا دیدید اصلی ترین حوزش بحث سایبریه. تامین امنیت اطلاعات یعنی از منظر سایبری حفاظت از اطلاعات ملی رژیم صهیونیستی که بحث وقتی امنیتی میشه، تولید فناوری‌های نوین به منظور انجام هرچه بهتر ماموریت اطلاعاتی شباک با اداره کل فناوری و سایبری. بچه ما گفتیم توی موساد هم اینا همچین اداره کلی دارن، توی بحث سایبری اینا و توی بحث فناوری کار میکنن. شباک هم به همچنین، آمان هم به همچنین. جلوتر در مورد آمان هم بحث خواهیم کرد. شما بچه رشته امنیت اطلاعات تا حالا دیدید توی ایران؟ دانشگاه دیگه هم دارن های پورمرتضوی علاوه بر دانشگاهمون باقر؟ این رشته دوستان هدفش همینه، از اطلاعات طبقه بندی شده و امنیتی کشور در بستر فضای مجازی محافظت بکنه. در کلن بسترهای ارتباطی توی بحث اینترنت و اینترنت و این مسائل محافظت بکنه. توی رژیم صهیونیستی هم در قالب یکی از بخش‌های سازمانیش اینا فعالیت میکنن. علاوه بر اونها هم هست بازم‌های شاهرودی. دانشگاهی کاملا عادی هم دارن این رشته رو. خب دوستان بریم ادامه. و دو تا اداره کوچکتر از اداره کل اما خب مهم داره سازمان شباک. یکی اداره ضد تروریسمه که مبحثش ضد اطلاعاتی دیگه مشخصه. خنثی‌سازی عملیات‌های تروریستی و تهدیدات این حوزه بر علیه اسرائیل در سراسر جهان. این سراسر جهان رو نوشتم همین منظر مقیاس جغرافیاییش رو دوستان اشتباه نگیرن، یعنی هر تهدیدی علیه امنیت ملی اسرائیل باشه و بنا به اقدام درون اسرائیل باشه، سازمان شباک موظف هست خنثی‌سازیش بکنه و اداره ضد تروریسم اونه که اداره کاملا عملیاتی، بیشترین کارش عملیاته تا اینکه مثلا صرفا اطلاعات نرم و اطلاعات غیر سختی کار بکنه. و اداره ضد جاسوسی که هم تو اداره کل امور غیر اعراب و هم اداره کل امور اعراب نمایندگی داره. وظیفه‌اش شناسایی و جلوگیری از انجام عملیات‌های جاسوسی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن اسرائیل هست. یعنی اگر در ادارات، در نهادها، در جامعه، در هر قسمت اسرائیل غیر از البته خود ارتش، یعنی داخل پرسنل ارتش نمیتونه سازمان شباک فرود بکنه، در هر جای اسرائیل اینا بفهمن که اتفاق جاسوسی داره میفته، موظف هستن ورود بکنن و خنثی سازیش بکنن. خب بچه اینا از ساختار خود شباک الان تحلیلیناش هم خواهیم داشت. تا اینجای کار از مطالب این چند تا اسلاید بچه سوال هست؟ نه اصلا در مورد خود اطلاعات نظامی سازمان شباک و موساد اصلا نمیتونن ورود بکنن. امنیت اطلاعات عرض کردم آقای محمد جواد، نه امنیت نرم. اداره ضد جاسوسی ها همین بیشتر کار اطلاعاتی میکنه، البته خودش عملیات هم میکنه.
رویکرد شاباک نسبت به موساد از چه لحاظهای پرمرتضوی؟ از لحاظ روابط، از لحاظ عملکرد، آن همکاری. عرض کردم اگر مثلا موردی پیش بیاد که نسبت به حیطه جغرافیایی همدیگه تداخلی پیش بیاد، ممکنه با هم همکاری داشته باشن، اما خب سازماندهی اینا به طوری بوده که تا حد امکان اینا نسبت به هم تداخلی نداشته باشن، کارشون از هم جدا باشه. اما خب عرض کردم یک سری مواردی پیش میاد که موساد باید داخل اسرائیل کاری بکنه، یا شبکه باید بیرون از اسرائیل کار کنه، و طبیعتا شبکه‌های اطلاعاتی شباک مثلا در کشور ایران اندازه شبکه‌های اطلاعاتی موساد نیست. اینجا شباک برای یک اقدام علیه شبکه‌ای مثلا ایرانی داخل ایران خب قطعا باید از موساد کمک بگیره و در این موارد با هم همکاری میکنن، اما خب معمولا کمین اتفاق میفته. مربوط به موساد بود آقای رستمی. نه اصلا واحد ضد تروریسم نبود، اداره کل سیاسی بود. نه وزارت اطلاعات محمد شواد. اولا وزارت اطلاعات رژیم صهیونیستی رو پیگیری میکنه، اگه مسئله خیلی دیگه حاد بشه میره شورای امنیت ملی. وظیفه وزارت اطلاعات هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل. اکثرا بحث موازیکاری و استکاک تا الان ما بین موساد و آمان پیش اومده، چون عرض کردم یک سری موارد هم آمان اصلا تلقی میکنه که اینا نظامیه، هم موساد همون موارد رو تلقی میکنه که این سیاسیه، به خاطر هم یک سری استکاک‌های پیش میاد. اما خب وزارت اطلاعات سعی میکنه تا حد ممکن این استکاک‌ها رو مدیریت بکنه و ازش جلوگیری هم بکنه. بریم حالا در مورد تحلیل. البته من یه 5 دقیقه استراحت بدم دوستان، زیادم خسته نشن. دوستان تو این 5 دقیقه از سوالی باشه در خدمتتون. خب بچه‌ها بریم بحث تحلیل چالش‌های پیش‌روی سازمان شباک. بچه‌ها به صورت کلی توی حوزه اطلاعات داخلی من از 4 منظر برای شما چالش‌ها رو تقسیم بندی کردم که با هم تحلیل بکنیم. از منظر اعراب فلسطین، یک تحرکات تشکیلاتی در کرانه باختری. بچه‌ها ما گفتیم که کرانه باختری از لحاظ ضد امنیت برای اسرائیل یک منطقه تثبیت شده و رسیده به سطح پایداری نیست، یعنی این منطقه داره به سمت پایداری میرسه و این جریان‌های ضد امنیتی اسرائیل اونجا داره تشکیل میشه. مثلا حماس و جهاد اسلامی دیگه تشکل‌های ثابت و میتونم بگن پایدار هستن توی اسرائیل و اصلا نوار غزه فلسفهش جداست با کرانه باختری. اما خب کرانه باختری از این جهت که یه ذره پیمان‌های صلح، یه ذره بعد شل گرفتن‌های نسبی اسرائیل باعث شده که اینا خیالشون راحت بشه که اینا مثل این قسمت‌ها مثل غزه و یا مثلا اگه خیلی بخوایم ارفاق کنیم مثل اردوگاه جنین اینا نمیشه. اما الان میبینن سر تا سر کرانه باختری یک سری تشکل‌های اونجا داره شکل میگیره، یا حداقل یک تشکل با جریاناتی در اونجا شکل میگیره که از لحاظ امنیتی برای اسرائیل تو این چند سال خیلی دردسرساز خواهد شد. حداقل میتونیم بگیم ضلع شرقی رژیم صهیونیستی هم به زودی با یک سری چالش‌های بسیار سخت‌تر از 1-2 سال قبل درگیر خواهد شد. افزایش عملیات‌های استشهادی. بچه‌ها فعلا استراتژی گروه اوریان الاسود برای عملیات در رژیم صهیونیستی این بوده که اینا برن یک سری عملیات‌های استشهادی بکنن، رعب و وحشت ایجاد بکنن و کلا میتونم بگم ترس به جون اسرائیل بندازن، چون که خب قطعا اینا قابلیت اینا ندارن که به صورت یک درگیری منظم و کلاسیک و با زمان بلند مدت وارد یک سری عملیات بشن علیه اسرائیل. مجبورن به صورت نامنظم و پارتیزانی یک سری عملیات‌های بکنن و استراتژی فعلیشون هم عملیات‌های استشهادی بوده. اینا سعی کردن بیان فقط یک سری عملیات‌های خاصی انجام بدن و اون میتونم بگم هدف سیاسی خودشون رو عاید بشن، چون که بچه‌ها عملیات‌های استشهادی اصلا به این تعداد که تا الان شده نه 10 برابر و حتی 100 برابر اینم بشه از لحاظ نظامی و از لحاظ اطلاعاتی اینا خیلی ضربه به دشمن وارد نمیشه، ولی از لحاظ سیاسی خیلی ضربه بهش وارد میشه. اولا خود مردم وحشت میفته به جونشون و این برای دستگاه سیاست داخلی اسرائیل یک مصیبته که این اعتماد مردم رو برگردونن. ثانیاً کشورهایی که
به عنوان متحد اسرائیل هستن بهش فشار خواهند آورد که منافع ما تو کشور شما دیگه داره به خطر میفته. از کجا معلوم فردا پس فردا یک عامل نیاد توی یکی از شهرهای شما شرکت منم مورد هدف قرار بده و شلیک کنه بهش. یعنی هم از لحاظ سیاست داخلی هم از لحاظ سیاست خارجی بازه زمانی بلند مدت استراتژی عملیات‌های استشهادی برای اسرائیل دردسرسازه. ما اینطور نیست که بگیم مثلا با 5 تا عملیات شاید 6 نفر مردن پس ما موفق شدیم. مثلا اگر خودمون عامل باشیم تو این حوزه، هدفمون نیست که یک سری امتیازهای حتی تاکتیکال حوزه نظامی و امنیتی بگیریم، نه، فقط هدف فلسطین و مخصوصا اریان الاسود این بوده که از لحاظ سیاسی یک سری امتیازاتی بگیره. اغتشاش و انتفاضه سوم در مقیاس گسترده‌تر نسبت به قبل. بچه‌ها بعد از انتفاضه‌های اول و دوم رژیم صهیونیستی خب یک سری تحولات امنیتی برای خودش ایجاد کرد، یک سری سعی کرد سازوکارهای جدید ایجاد بکنه از لحاظ توزیع جغرافیایی، آمایش دفاعی، از لحاظ کلا سازماندهی‌ها، روابط اینها. اما خب انتفاضه سوم با توجه به تحلیل‌های اطلاعاتی که الان شاباک و آمان دارن میکنن اصلا متفاوت با دو انتفاضه قبلی خواهد بود. بچه این موضوع انتفاضه هم لطفاً یکی از دوستان داوطلب بشه، حتما ارائه بده. من الان خب بخوام خود انتفاضه‌های اول دوم تفاوتشون رو با هم دیگه بگم واقعا زمان بر میشه، حداقل 20 دقیقه نیم ساعت وقتمون رو میگیره. من چون نمیخوام از کلاس عقب بیافتیم لطفاً توی گروه یکی از دوستان داوطلب بشه و ارائه بده، ممنون میشم. بچه‌ها انتفاضه سوم اگر اتفاق بیفته این بار مقیاسش حداقل محرزه که خیلی گسترده‌تر از قبل خواهد شد. تمامی اضلاع جغرافیایی امنیتی اسرائیل احتمالاً درگیر بکنه، هم از لحاظ شمال یک سری اتفاقات جدید و شاید غیر قابل پیش بینی براشون رخ بده که نشونه هاش هم تقریبا چند روز پیش دیده شد، هم از لحاظ جنوب که از لحاظ جنوب فعلا برآورده اینا وضعیت سفیده، اما خب اگر نزدیک بشیم به اون ساعت صفر انتفاضه سوم قطعا یک سری تحرکات اونجا شکل خواهد گرفت و فعالیت‌های اطلاعاتی و جمع‌آوری و شناسایی رژیم صهیونیستی توی جنوب افزایش پیدا خواهد کرد. و هم از لحاظ غرب و شرق که دیگه قطعیه، محرزه که این بار اصلا نه تنها تو اون جغرافیاها اینا درگیری میشن بلکه در حجم و شدت خیلی بیشتری درگیر میشن و انتفاضه سوم شاید این بار خیلی صدمه بزرگتری از دو انتفاضه قبلی به اسرائیل وارد بکنه. شکلگیری تشکل‌های جدید مقاومت. بچه اینکه اصلا ایدئولوژی مقاومت اسلامی فلسطین واحد باشه یا متفرق در موردش اختلاف نظره. بعضیا میگن که نه، باید کل این سازمان‌های مقاومت با هم متحد بشن، یه دونه سازمان بشن و این یه دونه سازمان بتونه عملکرد سینرژیکی نسبت به همشون داشته باشه. بعضیا میگن نه، اینکه تعدد سازمان‌ها و ارگان‌ها باشه در اصل غیر قابل پیش بینی بودن و سخت بودن تحلیل روند دشمن باعث میشه که این اصل دشمن رو در ضد اطلاعات زدن و ضد زدن کلا به جریانات ما ناکام بذاره. اما خب بالاخره در هر دو دیدگاه و رویکردی که الان عرض کردم این مسئله محرزه. شکلگیری تشکل‌های جدید مقاومت اسلامی دردسره برای شاباک و شاباک باید تا حد ممکن اصلا اجازه ای نده که جریانات ایدئولوژیک منتهی به شکلگیری تشکل‌های سازمان یافته بشن برای مقاومت اسلامی که اریان الاسود موفق شد حداقل تشکیل بشه، اما خب استعداد نیروش فعلا به حد حماس و جهاد اسلامی نرسیده. بعد ارتباط مقاومت فلسطین با ایران و حزب الله. بچه یه زمانی خود حزب الله هم اینا در حد حماس اینا میدیدن و میگفتن خب رأس این هرم ایرانه که همه اینا رو تغذیه میکنه. اما الان شما اسناد اینا رو مطالعه کنید میبینید که اینا چند سالی هستش خود حزب الله رو نه تنها به عنوان یکی از تامین شوندگان بلکه به عنوان یکی از تامین کنندگان مقاومت اسلامی هم تحلیل میکنن و این خب یک ارمغانی برای ماست که حزب الله موفق شده سطح پایدارش رو به شدت افزایش بده و روز به روز هم رشد پیدا بکنه. الان اینکه مقاومت اسلامی فلسطین با احتساب تمامی گردانها و تشکلاتش چه رابطه‌ای با ایران و حزب الله دارن، به چه طریق این رابطه رو دارن و از چه لحاظهایی از چه مناظری تامین میشن، برای شاباک یکی از چالش‌هایی هستش که
باید سعی کنه این نقاط رو شناسایی بکنه، گلوگاه ها رو شناسایی بکنه و بهشون زد بزنه و از این طریق شاخص اطلاعات داخلی اسرائیل رو افزایش بده. بچه سوال از این اعراب فلسطین سوالی نیست؟ بفرمایید همین. سرعت ارائه که زیاد نیست دوستان. یه مطلبی هم متوجه نمیشید حتما بگید. نفوذ شبک خیلی زیاده توی عراق فلسطین، خیلی زیاد. کدوم عملیات ها همین عملیات هایی که مقاومت فلسطین میکنه منظورتونه؟ بچه دکترین کلا اطلاعات داخلی اسرائیل و حتی امنیت داخلیش خیلی فوق العاده است. من این سند رو چون منتشر نشده اصلا همچین چیزی، اینا طبق بندیش رو سری نگه داشتن، من با فنون اکتشافی اینو فهمیدم، نه اینکه مثلا سندش رو مطالعه کنم. دکترین اطلاعات داخلیشون فوق العاده است. یعنی زیر گاهن 2 دقیقه هدف خونسا سازی میشه، زیر 2 دقیقه، که شاهکاره توی جهان. حتی توی آمریکا هم که الان مادر کل تفکرات اطلاعاتی متحدین غربیه توی آمریکا، این رکورد اسرائیل وجود نداره. انشالله ترم 5 ما نهاد به نهاد که بررسی میکنیم، من بهتون توضیح میدم چطور اینا موفق شدن اینقدر در منظر اطلاعات داخلی و امنیت داخلی رکوردهای خاصی از خودشون ثبت کنن. بله، چون اینا همیشه در معرض خطرن، همیشه. اینا اصلا چشمشون رو شبا نمیتونن با خیال راحت ببندن. دوستان با اینکه ما کل جغرافیای امنیتیمون یک سری تهدیدات داره تو کشور ایران، اما اندازه اسرائیل نیست. انقدری که اسرائیل تهدید میشه واقعا نصفش ما نمیشیم. با اینکه من میتونم بگم انقدری که ایران هم تهدید میشه اصلا 1/3 رو جهان نمیشه. بعد این مقدار رو ضرب در 2 کنید برای اسرائیل محسوب میشه. بابا این اعراب فلسطین واقعا شبانه روز کار میکنن روی اسرائیل، شبانه روز، ثانیه‌ای نمیگذره که اینا به فکر عملیات نباشن اونجا. حزب الله از چه نظر؟ ترم 5 دیگه اصلا موضوع شاه شاهدی تفکر استراتژیک دشمنه. حزب الله هم از طرف اسرائیل بله خیلی تهدید میشه، اما خب اسرائیل هم از طرف حزب الله خیلی تهدید میشه. رابطه متقابله. حوزه عملیاتیش زمینی، اما خب به صورت هوابرد و حتی به صورت دریایی هم آموزش دیدن که عملیات بکنن. درست آقای مرتضوی، بله. اصلا محاصره اسرائیل شاردی یک دکترین نیست، اگرچه که این تفکر وجود داره اما یک دکترین رسمی نیست، بیشتر یک ایده است و جا داره دکترین بشه. خب این نکته یک. اینکه برای گبرس برنامه داریم یا نه، اگر باشه طبقه بندیه، فعلا به مرحله سطحی بودن و محسوس بودن نرسیده. اگر باشه از لحاظ امنیتی ها همین عملیات های استشهادی خیلی صدمه‌ای وارد نمی‌کنن به اسرائیل.
اگرچه که کلا اصلا بحث تروریسم، بچه من اصلا ایدئولوژیک و عقیدتی نمیگم، اون تروریست و استشهادی و انتحاری و انقمازی و اینا، کلا توی بحث عملیات های غافلگیر کننده ضد امنیتی ما نمیتونیم بگیم خود امنیت تهدید میشه. از لحاظ ذهنی و روانی بله، مردم به وحشت میفتن، مردم احساس ناامنی میکنن، اما خب واقعا جلوگیری از این عملیات ها به صورت 100% ممکن نیست. اما خب بیشترین منفعت برای عملیات کننده و تشکیلاتش از لحاظ سیاسی تا امنیتی. بعد توی قبرس اینا فعالیت خیلی زیادی دادن، اما خب فعلا اینکه توی قبرس ما چیکار میکنیم فقط یکم منتشر شده، یه ذره. مثلا خود موساد یک بار ادعا میکرد که سپاه قدس میخواد توی قبرس چند تا اسرائیلی رو ترور کنه. ادعای خود موساد بود. خب دوستان بریم ادامه، خسته نشدید که. فرقشون بیشتر محمد جواد عقیدتیه، بیشتر البته انقمازی. خب بریم جلوتر. از منظر یهودیان و مهاجرین گفتیم که اداره کل امور غیر اعراب به اینا میرسه. پوشش های عادی برای جاسوسی. بچه چون سرویس اطلاعاتی اسرائیل کمتر روی یهودیان حساس میشه نسبت به اعراب، نه اینکه حساس نباشه، مسئله نسبیه، نسبت به اعراب کمتره. به خاطر این حفره یک پوشش مناسب و ایدال به نظر میاد برای سرویس های دشمن که از منظر یهودیان بتونن جاسوسی کنن. بچه حتی یه عکس جالبی منتشر شده بود چند سال پیش که یک نفر با پرچم حزب الله با لباس مخصوص خاخام‌ها و کلاه خاخام‌ها با پرچم حزب الله جلوی ساختمان شاباک عکس گرفته بود. و خب اینا یک الارمه، یک هشدار برای دشمن و اینا باید واقعا علاوه بر اعراب به غیر اعراب هم خیلی تمرکز کنن و روش سرمایه‌گذاری کنن برای اینکه این پوشش‌های عادی و راحت جاسوسی یه ذره بتونن کنترل کنن. نفوذ به ادارات و نهادهای دولتی و نظامی. بچه‌ها ببینید در منظر نظامی شاباک خودش حق دستگیری و ورود نداره، اما خب اگر گرایی بهش برسه، داده‌ای جمع‌آوری کنه، متوجه بشه که همچین اتفاقی هست، به نهادهای مرتبط با حفاظت اطلاعات ارتش حتما اطلاع میده. اینو توی بحث ادارات دولتی هم دست شاباک کاملا بازه. شاباک میتونه که اصلا دستگیر بکنه، میتونه تیراندازی بکنه، میتونه یک جاسوس رو بده تعقیب بکنه. یعنی کلا توی بحث نهادهای وابسته به دولت و حتی کنست و حتی سیستم قضایی، شاباک کاملا این حق رو داره که بتونه از منظر جاسوسی و احتمالات نفوذ ورود بکنه و قضیه رو کنترل کنه. بعد خدمتتون عرض کنم که ورود غیر یهودی هم با پوشش یهودیت به اسرائیل. بچه یکی از اتفاقاتی که اخیراً هم خیلی افتاده و من یه جا میخوندم وزارت کشور اسرائیل ازش اصلا شاکی شده بود، این بود که چرا خیلی از اشخاص خودشون رو به عنوان یهودی جا میزنن با اینکه اصلا یهودی نیستن و خیلی راحت میتونن مهاجرت کنن به اسرائیل و از وزارتخونه جذب و ادغام اینا بیان وارد اصلا سیستم اجتماعی رژیم صهیونیستی هم بشن، بتونن شغل بگیرن، بتونن مسکن داشته باشن و اونجا یه زندگی شبه یهودی برای خودشون داشته باشن، با اینکه اینا یهودی نیستن و سوژه‌ای هستن حساسی برای کارهای اطلاعاتی. این اتفاق بچه‌ها با اینکه رژیم صهیونیستی نسبت به 20 سال گذشته سخت‌تر میگیره، بازم خیلی اتفاق میفته توی اسرائیل. اینا حتی وقتی یه نفر اظهار نظر میکنه که آقا من یهودیم، ازش میخوان شجره نامه ارائه بده که ثابت کنه و پدر و مادرش یا حداقل یکی از اینا یهودی بوده. اما خب بازم با اینکه گاهنم در یک سری موارد استعلامی خود موساد به وسیله واحد سایانی اینا رو استعلام میکنه، بازم اینا نمیتونن تشخیص بدن که طرف واقعا راست میگه یا نه. و خب برای شاباک این یک چالشه که آقا شما فرض کنید روزانه حجم عظیمی از مهاجرین میان به اسرائیل، خیلیشون ادعا میکنن که آقا ما یهودی هستیم، ما پیرو
آیین صهیونیسم می‌بستن، بعد میان با اینکه اینا یهودی نیستن وارد جامعه میشن. این برای شاباک یک اتفاق وحشتناکه. هر آن ممکنه این قشر منافق یک سری اقداماتی انجام بدن و کلا امنیت ملی اسرائیل رو تهدید بکنن. اقدام نسنجیده جریانات تندرو و افراطی یهودی. بچه یک سری از گروه ها جریانات یهود مثل همین اولترا ارتودکس ها هستن که با اقدامات افراطی و نسنجیده خودشون همیشه ضربه‌ای به اسرائیل میزنن که اصلا این ضربه رو خود ایران هم شاید نتونه بزنه. خب این از این نظر که بین گروه های اجتماعی اسرائیل یک درگیری و اختلاف و واگرایی پیش میاره، برای اسرائیل یک مصیبت و فلاکته و شاباک نباید اجازه بده از لحاظ اجتماعی دچار از هم گسیختگی و واگرایی بشن نیروهای رژیم صهیونیستی. و اخیراً هم خیلی اتفاق افتاده. این نفرین دهه 80 که این میگن ها، خب برای شاباک خیلی پرونده مهمی هستش. چرا باید الان شهروندان اسرائیل به جون همدیگه بیفتن و از این طریق امکان جاسوسی افزایش پیدا بکنه، امکان خشونت افزایش پیدا کنه؟ البته اینو خدمت دوستان عرض کنم، اسرائیل یک سازمان امنیت اجتماعی هم داره، جلوتر بهش میرسیم، و پلیس آگاهی هم داره. مواردی که مربوط به مسائل امنیت اجتماعی، مسائل خشونت، جرایم خشن، بزهکاری های اجتماعی نباشه به شاباک مربوط نیست. اما اگر این مسائل منجر بشه به اتفاقات امنیتی، شاباک حتما باید ورود کنه و جلوشو بگیره. تشدید اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک احزاب و جریانات. بچه‌ها یکی دیگه از حوزه‌های کاری شاباک اینه که توی بحث داخل به فعالیت احزاب و جریانات برسه، نه اینکه حق دستگیری یک حزب مخالف داشته باشه بدون اتهام خیلی خاص و بدون مدرک خاصی. اما خب براش مهمه که احزاب سیاسی کلا امنیت ملی رو تهدید نکنن، اختلاف اپوزیسیون و پوزیسیون منجر به میتونم بگم تفرقه ملی نشه. این مسائل کلا در حوزه اطلاعات داخلی قابل بررسی و تحلیله. و ارتباط جریانات و اپوزیسیون با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن که خیلی مهمه. وقتی شما میایید توی کشورتون اپوزیسیون رو بهش رسمیت میدید، بهش عضویت قانونی میدید، مسلماً سرویس‌های اطلاعاتی دشمن برای رسیدن اپوزیسیون به جایگاه اپوزیسیون ممکن ازش حمایت بکنن و حتی این حمایت مستقیم هم بشه. بهش بگن که آقا شما که میخوای برسی به قدرت و شما که مخالفی با اپوزیسیون، ما یعنی ما نمیگن مثلا ما وزارت اطلاعات ایرانی، ما سازمان اطلاعات سپاهیم، میگن ما یک آدمایی هستیم بهت کمک میکنیم برسی به قدرت، ولی خب شما برای ما این کارو انجام بده. بعد اگر این اپوزیسیون برای رسیدن به قدرت خیلی آتش داشته باشه، قطعاً در یک سری موارد ممکنه با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن وارد همکاری بشه و این اصلا برای شاباک اتفاق جالبی نیست. سوال از این قسمت دوستان. بعد سابقه داشت رو شاهدی. این اصلا اسامی نمیگن، اسامی یهودیانی که دچار جرم جاسوسی میشه نمیگن. اما خب اخبارش رو اگه سرچ کنید به زبان انگلیسی توی بحث دستگیری های متهم به جاسوسی خیلی از اینا میتونید پیدا کنید. عرض کردم اپوزیسیون ممکنه به خاطر آتش و قدرتی که داره برای رسیدن به قدرت هر کاری بکنه. مثلا به عنوان آقای لاپید دوست داره نخست وزیر بشه بدون اینکه اصلا بفهمین اشخاصی که بهش وعده حمایت میدن از ایرانن، اینا بهش بگن آقا مثلا شما همچین برنامه‌ای تشکیل بده، همچین بیانیه‌ای بده، همچین فراخوانی بده، ما بهت کمک میکنیم با یک سری تاکتیک‌های خاص خودمون به قدرت برسیم، بدون اینکه اصلا ایشون متوجه بشه که این طرف سرویس اطلاعاتی ایرانه، ممکنه وارد همکاری بشه بگه باشه من بیانیه‌ای که شما میخواید رو میدم، شما هم برای من مثلا موافقت حزب ایکس رو بخرید،
به این ترتیب اپوزیسیون میتونه عمدن یا سهوا وارد یک سری همکاری‌های ضد امنیتی بشه برای اسرائیل. نه متوجه شدن، اما خب وجود همچین ساختاری، یعنی پوزیسیون و اپوزیسیون، همیشه هم منفی نیست. پوزیسیون یک سری جوانب مثبتی هم برای اسرائیل، همیشه اینطور نیست که ما بگیم وجودش صرفا دردسر سازه. معمولا به صورت رسمی نه، یعنی مثلا قانون به رسمیت بشناسدشون، همین که بگه مثلا فلانی به صورت رسمی و قانونی رهبر فلانه. اگر حزب باشن بله دلیل دارن این احزاب، اما اگر صرفا جریان غیر حزبی باشن بیشتر رهبران کاریزماتیک دارن. نسبی های شاهرودی. در مورد پسا صهیونیسم اختلاف نظر خیلی زیاده، اصلا به سطحی هنوز نرسیده که ما بگیم یک تعریف مشخصی ازش وجود داره. وعده یعنی اون سرویسی که وعده همکاری داده به اینا. بچه کلا یه چیزی بهتون بگم، نه تنها تو بحث اپوزیسیون و پوزیسیون، کلی هستن سرویس های اطلاعاتی وقتی برای اهداف خودشون یک سری عوامل وطنی جذب میکنن، همیشه هم اینطور نیست که ما بگیم بله دیگه وقتی خرشون از پل گذشت اینو حذفش میکنن میکشن. نه، خیلی وقتا واقعا بله به وعدهشون عمل میکنن. مثلا به طرف میگن شما اطلاعات ایرانو بیار برات خونه اینا میدیم، خیلی وقتا میدن. خیلی وقتا یک کسب و کار در خارج از کشور براش فراهم میکنن، اما خب بستگی داره. گاهی وقتا تحلیل خودشون این میشه که این شخص باید حذف بشه، گاهی وقتا هم نه، میگن عیبی نداره ایشون برای ما یه کاری انجام بده ما هم بهش خدمت رو میکنیم. یعنی اینطور نیست که همیشه بگیم بدقول میشن، نه، خیلی وقتا برای اینکه مثلا اعتماد دیگران رو هم جلب بکنن به بعضی اشخاص یک سری امتیازاتی رو هم میدن. توی سرفصل ساختار فرهنگی های فاطمی به اینکه مسیحیان و کلا بهاییان و مسلمانان و گرایش های یهود چه موضعی نسبت به کلا مسائل سیاسی اسرائیل دارن حتما خواهیم رسید. گروه های مذهبی خیلی نفوذ ندارن همین، اگرچه که میتونن تجمع، یک سری بیانی ها، یک سری راهپیمایی ها، یک سری حتی دردسرها ایجاد بکنن، اما توی اسرائیل میتونم بگم اون جریاناتی که خیلی توی مسائل سیاسی اجتماعی تاثیر گذارن احزابن، نه گروه های مذهبی. اگر گروه های مذهبی موفق بشن حزب، بله میتونن خیلی کار انجام بدن، اما اینکه مثلا صرفا یک تعداد مردم هم عقیده‌ای دور هم جمع بشن که آقا ما مثلا فلان عقیده مذهبی رو داریم، اینا اگر حزبی نباشن در حد همون شلوغکاری های ظاهری باقی میمونن. خواهش میکنم دوستان، بعضی از دوستان کلا فعال نیستن نگید نمیدونیم. بله تو ایران هم توی وزارت کشور ثبت میشن احزاب، اگرچه که نظام ایران یک نظام کاملا حزبی نیست، اندازه اسرائیل احزاب تو ایران قدرت ندارن. بحث احزابم بحث جالبیه که ترم دوم و سرفصل دومش بهش میرسیم. بله بیشتر جناحی های شاهرودی، احزاب داخل جناح هویت میگیرن، اما خب توی اسرائیل برعکسه. توی اسرائیل جریانات و ایدئولوژی‌ها به وسیله احزاب رسمیت پیدا میکنن، ولی اینجا برعکسه. اگه این که فرمودید احزاب تندرو بشن جناح، یک ائتلافه. بله هر ائتلافی شکل بگیره قدرتشون افزایش پیدا میکنه. خب
هر دو اینا ضد ایرانن، اما خب دوستان مسلما این نتانیاهو بیشتر ضد ایرانه. سلام خانم رضوی، چه عجب. آقای بنگوریون چون مرده چطور میخواد وزیر نخست وزیر بشه؟ بنگوریون از قبر میارن بیرون. اسمش هم الان خیلی جا ثبت شده، بنگویر. بنگویر که اصلا از نتانیاهو افراطی تره. اصلا بنگویر خیلی رو ایران فکر نمیکنه، بیشتر از عراق نفرت داره. بله بله، انگار جدی آی فاطمی. اگر یه ذره جدی‌تر هم بشه حتی احتمال بازم انحلال دولت وجود داره. خب بریم ادامه دوستان، سوالات انشالله یادداشت کنید برای بعد. از منظر حزب الله، من با ایران حزب الله اینجا جدا نوشتم چون که الان هر کدوم از اینا برای خودشون یک غول جدی برای اسرائیل محسوب میشن. از منظر حزب الله تهدیدات و چالش‌های سازمان شباک، نفوذ عناصر عملیاتی به شمال اسرائیل. بچه‌ها معمولا وقتی اینا برآورد میکنن که نزدیک یک سری عملیات و اقداماتیه، مثلا اینا بر اساس تقویم امنیتیشون یه تحلیلی میکنن که آقا ممکنه هفته بعد یک سری اتفاقاتی توی شمال بیفته، هوشیاری شباک افزایش پیدا میکنه. اگرچه که شباک اداره های منطقه‌ای نداره، یک سری خب موقعیت های سری داره، اما خب اداره مثلا استان شمالی نداره شباک. اما خب بازم نفوذ عناصر عملیاتی حزب الله به شمال اسرائیل برای یک سری عملیات‌های خاص یکی از چالش‌هایی هستش که سازمان شباک باید بهش پیگیری بکنه و حلش بکنه. جاسوسی عناصر حزب الله از اسرائیل. بچه‌ها خیلی حزب الله توی بحث جمع‌آوری اطلاعات واقعا ضربه زده به اسرائیل و توی کلکل هایی که اینا توی چند سال اخیر میکردن، حزب الله نشون داده حالا یک سری از اطلاعاتی که به زعم خودش، به نظر خودش صلاح دیده رسانه‌ای بشه، یک سری اطلاعات خاصی از اسرائیل و واقعا این نگران کننده است برای شباک. اینا چطور میتونن تا این حد به اطلاعات سری اسرائیل دسترسی داشته باشن؟ در از اطلاعات محرمانه و سری، بچه رژیم صهیونیستی خیلی سعی میکنه اطلاعات محرمانه خودشون نگه داره و واقعا سازمان‌های اطلاعاتیش فعالیت جدی دارن، اما خب اینا موفق نمیشن چندان که بتونن این اطلاعات محرمانه نگه دارن. حتی عرض کردم جلسه گذاشته اینا به همسر رئیس موساد هم مشکوک شده بودن که از درد دلهای آیوسی کوهن جاسوسی میکنه، اطلاعات سری موساد رو ایشون درز میده. یعنی تا این حد اینا نگران هستن و واقعا نگرانیشون هم جدیه، چون که واقعا خیلی اینا براشون پیش اومده که اطلاعات محرمانه اینها درس پیدا بکنه. حتی یک وزیرشون علنا جاسوس ایران در اومد، وزیر انرژیشون، و این خیلی بیش از پیش اینا رو حساس کرده به مسئله اطلاعات و حفاظت از اطلاعات. اگرچه که اینا اصلا یک سازمان حفاظت اطلاعات مستقلی ندارن و کلا وظیفه حفاظت اطلاعات دولتی گفتیم که با شبکه. جنگ روانی و تبلیغات سیاسی امنیتی. بچه‌ها یادتونه ما گفتیم موساد خب یک اداره مربوط با تبلیغات داره، سازمان‌های اطلاعاتی که از وظایفشون بحث تبلیغات. یادتونه دوستان؟ وزیر انرژی چون وزیر خودشون بود، چرا حذف فیزیکی کنن؟ بچه‌ها حزب الله توی اطلاعات نرم و تبلیغات خیلی حرفه‌ای عمل میکنه و واقعا تجربه هم نشون داده که اینا توی مسئله تبلیغات و جنگ نرم حزب الله خیلی واقعا دست بالاتر نسبت به اسرائیل. خود اسرائیل که ماشاءالله نسبت به دنیا دست بالاست، بعد حزب الله نسبت به اینا دست بالاست. یعنی واقعا توی از منظر تبلیغات، از منظر یک سری اتفاقاتی که عملیات روانیه، حزب الله ماشاءالله عالی عمل میکنه و ما بارها و بارها میبینیم یک سری کارهای خاصی انجام میده اصلا بدون اینکه عملیات نظامی بکنه وحشت به جون اسرائیل میندازه و این واقعا جای شکر داره. و اصلا بحث حذف فیزیکی مال شخصی نیست که
از اندیشه اون عرض میکنم، اما مال شخصی نیست که اینا جاسوسی میکنن و اطلاعات میدن. حذف فیزیکی مال کسایی که خودشون برای جاسوسی استفاده میکنن. خب عملیات‌های ضد امنیتی تاکتیکال، بچه‌ها حزب الله توی تجرباتی که برای رژیم صهیونیستی داشته نشون داده که در اقدامات ضد امنیتی خودش روش‌های خاص خودش رو داره. یعنی مثلا اگر نوع عملیات‌های مقاومت اسلامی فلسطین محرز شده باشه برای شبکه که آقا اینا به این سبک عملیات میکنن در این بازه زمانی در این مثلا سبک و سیاق، ولی حزب الله گاهی یک سری عملیات‌های خاصی از خودش انجام میده که پیش بینی اینا واقعا سخت میشه و از این منظر یکی از چالش‌های پیش روی سازمان شبکه قطعاً اینه که حزب الله چه تاکتیک‌های نوینی برای عملیات‌های ضد امنیتیش به کار میبره. بچه‌ها این ضد امنیتی و این اصطلاحات از این قبیل که من می‌نویسم از دید اسرائیل ها. خب دوستان یه 5 دقیقه استراحت کنید، انشالله برمیگردیم. دوستان استراحت هست، صداقت نشد، استراحت. خب طرح ترور بینگری، بله بازم ادعای شبکه بوده. بچه ها معمولا عملیات هایی که اینا ادعا میکنن خونسا سازی میکنن طراحی‌هاش ادعای خودشون عرض میکنن، اما طراحی‌هاش از جانب ایران میشه، بعد عناصر عملیاتیش معمولا خود عوامل از طریق حزب الله و گاهن فلسطین انجام میشه. متوجه نشدم خانم ابوالحسنی. خب دوستان سوالی موردی باشه تو این استراحت در خدمتتون هستم. انشالله برسیم به سازمان آمان هم ورود بکنیم امشب. نسبی آقای شاهردی، مسئله از دید شما، از این تحلیل شما قابل ستایشه. این که شما همچین تحلیلی کنید، من اصلا فرق از این که قبول داشته باشم یا نه، همچین تحلیل های قابل ستایشه. آفرین. کدوم نیروها محمد جواد؟ خیلی خوبه که دوستان کم کم به تحلیل کردن رو بیارن. احسنت. همینو من میخوام زمانی اگر خود بنده نبودم دوستان به مشکل بر نخورن، خودشون بتونن تحلیل کنن. اینا اولا مکان آموزششون یک سری کمپ های ویژه‌ای هستش، اگر بخواید من لوکیشن کمپ ها رو میفرستم براتون. ولی خب اینکه نیروها رو چطور آموزش میدن بستگی به حوزه عملکرد اینها، بستگی به اداره‌ای که توش هستن، بستگی به این عوامل داره دیگه. بیشتر آموزش‌های اطلاعاتی اینا هم از طریق دکترین‌های اطلاعاتی آمریکاست. یعنی دکترین اطلاعاتی آمریکا زیربنا و مادر دکترین اطلاعاتی اسرائیله. اما خب یک سری الگوهای بومی هم اینا اضافه کردن بهش و انحصاراً شده مال رژیم صهیونیستی. بسیار میتونه مفید باشه آقای الشهدادی، بسیار میتونه مفید باشه. اون دکترین های قدیمی بله موجوده، همین الانش هم میتونید مطالعه کنید. بله ممکنه.
اتفاقا یکی از مراکز آموزششون توی آمریکا هم بنده شناسایی کردم که کجا آموزش میدن. یکی از مراکزی که یکی از سایت های اینا توی اقیانوس آرام هم بنده شناسایی کردم که خود اینو من واقعا دوست دارم استراحت بدیم. و اما از منظر ایران، از منظر اصلی ترین مبدأ تهدیدات امنیتی اسرائیل، نفوذ و جاسوسی از دولت و ارتش دیگه بدیهیه. یعنی مثلا یکی از اصلی ترین چالش های شباک اینه که ایران به عنوان اصلی ترین دشمن اطلاعاتی اسرائیل محسوب میشه و خب طبیعتا اصلی ترین کاری هم که همچین دشمنی میکنه در وهله اول جمع‌آوری اطلاعات و مسئله جاسوسی از اسرائیل دیگه دائمیه. اینا هر چقدر باهاش مبارزه کنن میدونن تلاش ایران برای جاسوسی قطع به یقین دائمیه. در هر برهه زمانی، در هر مکانی و در هر سطحی ایران سعی خواهد کرد که جاسوسی بکنه. جذب و به کارگیری عوامل اسرائیلی. بچه‌ها اخیراً خیلی شباک متوجه شده که یه تعداد از اسرائیلی‌ها و حتی یهودی‌ها به قول دوستان سعی میکنن برای ایران جاسوسی کنن، حالا یا با پول باشه یا با ایدئولوژیشون باشه. اینا رو الله اعلم، منتشرم نمیشه اصلا، نه از طرف ما نه از طرف اونا. اما خب بازم از لحاظ کمین افزایش پیدا کرده که یک سری شهروندان خود اسرائیل میل به جاسوسی دارن و حتی میل به عملیات دارن، چون که اصولا اقدامات اطلاعاتی در دل دشمن در دو سطح قابل تحلیل: یک، اقدامات اطلاعاتی و دو، اقدامات عملیاتی. بچه حتی شبکه های موساد هم توی ایران دو تا شبکه مجزان، اینا شبکه های اطلاعاتی دارن و شبکه های عملیاتی دارن. مثلا در یک برهه زمانی در چند ماه گذشته اینا سعی می‌کردن اراذل اوباش سطح 1 ایران، چون سطح بندی اراذل اوباش به این طریقه: سطح 1، سطح 2، سطح 3. سطح 1 مسئلهشون کاملا امنیتیه دیگه، مثلا انتظامی بهش نگاه نمی‌کنن، سعی می‌کنن امنیتی نگاه کنن و کاملا یک محکومیت جدی بهشون بدن دیگه، اینا برن کنار. اینا سعی می‌کردن اراذل اوباش سطح 1 ایران رو شناسایی بکنن، جذب بکنن برای شبکه‌های عملیاتی. خب مشخصه کسی که اراذل اوباش سطح 1 اون مغز اینتلیجنس و هوش اینتلیجنس رو که نداره، ولی خب برای عملیات میتونه خیلی راحت آدم بکشه، خیلی راحت آتیش بزنه، خیلی راحت منفجر بکنه. اما شبکه‌های اطلاعاتی اسرائیل معمولا افراد باهوشی هستن توی ایران و برعکس اگر شبکه اطلاعاتی از خود شهروندان اسرائیل باشه، از افراد باهوش و افراد مهم، افرادی که مغزشون واقعا خوب کار میکنه، تحلیلگر حرفه‌ای هستن، گزینش میشن. ولی شبکه‌های عملیاتی هم حتی از شهروندان اسرائیل در سالهای اخیر اینا شناسایی کردن و شباک فهمیده که برای یک سری از عملیات‌هایی که هر ماه اتفاق میفته توی اسرائیل، عوامل از خود کشور خودشونن، از شهروندان خودشونن، شناسنامه اسرائیل رو دارن و یکی از چالشاش قطعا ارتباط اینا با ایرانه. تشکیل و هدایت جریانات ضد امنیتی. بچه‌ها ایران برای ادعای اینها، فردا نگید من میگم ایران این کارو کرده، ادعای اینا رو من دارم میگم. من کل این اسلاید دارم از دید و عینک اسرائیل قضیه رو میبینم. بنا به ادعای اینا ایران خیلی داره جریان سازی میکنه توی اسرائیل. اینا معتقدن اتفاقاتی که به آشوب، اتفاقاتی که به ناامنی، اتفاقاتی که به تنش و درگیری اجتماعی، همه اینا اتفاقاتی که به اینا محرز میشه و منتهی میشه، یه سرش برمیگرده به ایران. و اینا معتقدن سناریوهایی که الان اون سطح فعلیتش رو خودشون مشاهده میکنن و شاهدش هستن، طراحیش و مدیریتش در سازمان‌های اطلاعاتی ایران اتفاق میفته و یا حداقل حزب الله این کارا رو انجام میده. بالاخره ادعای خودشونه، اثباتش هم با خودشون دیگه. ما اینجا موظفیم فقط چالشاشو با هم بررسی کنیم دیگه، اثباتش با خود بزرگواران رژیم صهیونیستی هستش. تسلیح و تجهیز مقاومت اسلامی غزه، چه از لحاظ دریایی چه از لحاظ زمینی، برای شباک یک چالش مهمه که این گروه‌های مقاومت غزه و الان هم که دیگه کلمه باختری داده میشه، چطور و از چه طریقی این تجهیزات به دستشون میرسه. بچه‌ها البته اینو هم من بگم، مثلا در تجهیزات رزمی و تجهیزات فردی خیلی دیگه
اصلا منطقم قبول نمیکنه که ایران اینها رو بهشون برسونه، چون الان اسلحه‌های دست همین حماس و جهاد اسلامیه که دست نیروهای ویژه ما نیست. یعنی واقعا اینا تجهیزات فردیشون از نیروهای عوام ما بیشتره. ولی خب مثلا وقتی اینا میگن موشک داره حماس، البته موشک هم که راکت بیشتر، ولی خب ادعا کردن موشک بالستیک هم دارن، اونم دیگه الله اعلم. بعد تجهیزات جنگ الکترونیک، بعد روش‌های خاص اطلاعاتی، آموزش‌های جنگ شهری، اینا رو ادعا میکنن که آره ایران اینا رو تسلیح میکنه، اینا رو بهشون آموزش میده و به یک سری تجهیزات جنگ نوین مجهزشون میکنه که شباک وظیفه داره این شبکه‌های ارتباطی ما بین ایران و مقاومت اسلامی فلسطین رو شناسایی بکنه و زیر ضربه ببره و ایجاد تشکیلات در کرانه باختری که بازم عرض کردم شباک اینو از دید ایران نگاه میکنه به مسئله و معتقد اگر شبکه اونجا شکل میگیره که اتفاقات ضد امنیتی رو مدیریت میکنه، این شبکه از سمت ایران هدایت میشه. خب بچه‌ها تا اینکه بریم سازمان آمان سوالی مطلبی باشه بفرمایید. با تونل هم یکی از گزینه‌های مطرح‌های شاهرودی. بله. ولی بیشتر تجهیزات نظامی که برای عملیات‌های زمینی به اینا منتقل میشه تجهیزات آمریکایی و اسرائیلی هستند. درون خودشون جاسوس پرورش بدن. ما کی گفتیم مثلا ایران جاسوس پرورش میده برای اسرائیل؟ نه دریایی هم الان راحت نیست. الان اون یگانهای گشت دریایی که توی سرفصل‌های قبلی آموزش دادیم خیلی روی این مورد حساسن و چند بارم کشف کرده. نه اصلا اون چیزی منطقی نیست. ما جاسوس پرورش بدیم برای دشمن؟ مثلا کدوم کشور این کار میکنه؟ خب دیگه دوستان سوال مورد متوجه نشدم آقای شهرداری آگهتش، اگه یه ذره واضح‌تر بفرمایید شاید بتونم جواب بدم. خب دیگه بچه‌ها اول دست اسرائیل میرسه خانم اعتباری، بعد از اسرائیل دست اینا میرسه. به همین راحتی. این که بله هم از طریق ایران ها شاردی هم برعکسش اتفاق میفته. خودشون هم یک سری سلاح‌های پرمرتضوی تولید میکنن. مثلا همین اسلحه یوزی که واقعا یک اسلحه مجربی هستش اسرائیلیه. ببینید بحث جاسوسی دوستان به این ترتیب نیست که اینا خودشون افسر اطلاعاتی خودشون رو بفرستن نفوذ پیدا بکنه در یک کشوری. الان بر اساس اصولی که توی دکترین اطلاعاتی قرن 21 وجود داره هیچ سرویسی ریسک این کار رو نمیکنه که خودش یک افسر اطلاعاتی رسمیشو بفرسته در دل دشمن. سعی میکنن معمولا افسران خودشون رو در حد افسر هادی نگه دارن. این افسر هادی شبکه سازی که اگر میکنه با عناصر و عوامل وطنی باشه. به این ترتیب اینا سعی میکنن شبکه سازی بکنن. چرا ورود میکنه، ولی خب عرض کردم ورودش زمانیه که این بحث هسته ایران بالاخره تو اون چرخه از مخاطره تا فاجعه جلوتر بیاد، نه اینکه صرفا در حد مخاطره باقی بمونه. نه تو سیاسی هم اصلا همچین چیزی نیست اصلا، چون که دیپلمات‌ها و مامورین دیپلماتیک کشورها از عوامل وطنی و اینا استفاده نمیشن، از شهروندان خودشون، از پرسنل خود وزارت خارجه انتخاب میشن. خب دیگه دوستان سوال بریم وارد سازمان امان بشیم، خسته نشدید.
اینا بله آقای شاهدین اتفاقات میفته. همین بحث اخلاق محوریه که برای ایران صدق میکنه، برای ایران اونا نه. خب بریم ادامه دوستان. انشالله سازمان آمان هم یه ذره بگیم دیگه تا امشب جلسه رو پر میکنه. برای ما بله های شهرداری، برای اونا نه. برای اونا هدف همه چی رو توجیه میکنه. اصلا توی دکترین اطلاعات ایران یک سری کارها غیر شرعیه، اما برای اونا اصلا همچین محدودیتی نیست و سازمان موساد اصلا ملزم به رعایت هیچ قانونی نیست. یک کار به شدت غیر اخلاقی هم اگر انجام بده با هماهنگی رده سیاسی هیچ اشکالی نداره براشون. خب بچه میرسیم به سازمان اطلاعات آمان که بازم این توی تلاویوه. بچه تقریبا توی رامت هشران یک منطقه وسیعه، اونجا نهادهای اطلاعاتی زیاد هستن و تقریبا نزدیک هم موساد، نزدیک شاباک و آمان هم اون طرف هست. میتونید از این لوکیشن اون هم پیدا بکنید. بچه سازمان اطلاعات نظامی آمان که گفتیم یک شاخه اطلاعاتی ارتشه و مستقیما به نخست وزیری وصل نیست. اول به ستاد کل ارتش وصله و بعد به وزارت دفاع و بعد به نخست وزیر. از این منظر از لحاظ افقی یکم حالت پایین به بالا رو داره نسبت به سازمان‌های شاباک و موساد. بچه وظیفه اصلی آمان جمع‌آوری داده و اطلاعات در حوزه نظامی هم از کشورهای دوست و هم از کشورهای دشمن. یعنی از کشورهای دوست که شاید پاشون از یه حدی درازتر نکنن، اطلاعات غیر مشروط رو چون ریسک داره جمع‌آوری نکنن، اما خب مسلما اطلاعات مشروط رو جمع‌آوری میکنن. از حوزه کشورهای دشمن هم قطعا مشروط و غیر مشروط رو جمع‌آوری میکنن. تولید اطلاعات بصری، مکانی و ویژه برای نیاز ارتش اسرائیل. بچه اینا علاوه بر اینکه اطلاعاتی که موجود هست رو جمع آوری میکنن، خودشون هم سعی میکنن با تکنیکا و تاکتیکای خاص خودشون با سازماندهی که جلوتر عرض میکنیم اطلاعات رو تولید بکنن و با توجه به نیاز نظامی اسرائیل به ارتش ارائه بدن. تحلیل و ارزیابی اطلاعات نظامی و دفاعی کشورهای مختلف. بچه‌ها سازمان آمان مسئول این هستش که نسبت به تصمیم گیری های نظامی اسرائیل اطلاعات جمع آوری کنه. خب قطعا اینا نسبت به توان نظامی کشورها، نسبت به تاکتیکا، دکترین نظامیشون، استراتژی نظامیشون، بعد یک سری تصمیمات محرمانه نظامیشون، نسبت به هر چیزی که در حوزه اطلاعات نظامی قرار میگیره مسئولیت دارن توی اسرائیل و به عنوان مرجع اصلی اطلاعاتی اسرائیل هم به شمار میرن. قبل از شروع جنگ، حین جنگ، بعد از جنگ، در شرایط صلح و غیر صلح، سازمان آمان مسئولیت جمع‌آوری و ارائه اطلاعات نظامی رو در خصوص دشمنان و دوستان اسرائیل بر عهده داره. در خصوص خود اسرائیل، در خصوص خود ارتش اسرائیل هم سازمان آمان فعالیت میکنه. یعنی مثلا اینطور نیست که ما بگیم فقط برون مرزی. سازمان اطلاعات آمان در خصوص اطلاعات نظامی اسرائیل هم فعالیت داره. بعد نظارت بر شاخه اطلاعات رزمی یگانهای مختلف ارتش که گفتیم بچه‌ها معمولاً توی هر قسمت نظامی و رزمی ارتش توی اسرائیل یک یگان اطلاعاتی، یک معاونت اطلاعات، یک بخش اطلاعات هم وجود داره که نظارت بر اینها، هماهنگی با اینها، دریافت اطلاعات از اینها یکی از وظایف سازمان اطلاعات آمانه. اگرچه که اینا خود فرماندهی خاص خودشون رو دارن، ساختار خاص خودشون رو دارن، اما چون مجموعاً آمان و اطلاعات رزمی ارتش یک مجموعه اطلاعات نظامی اسرائیل محسوب میشن، سازمان آمان باید با اینا هماهنگ باشه و باید با یکدیگر تعامل داشته باشن. در مواردی که نسبت به مسئله ملی نظامی هم پیش میاد، آمان حالت ارجحیت پیدا میکنه بعد شاخه اطلاعات رزمی. مثلا وقتی خود سازمان آمان میخواد روی حزب الله کار کنه، دیگه مشخصه کدوم واحدشه. واحد 504 وظیفش اینه رو حزب الله کار کنه، کمپش هم موجوده، مشخص از کجا کار میکنه. اما خب ما گفتیم یگان اطلاعات رزمی قرارگاه شمال هم رو حزب الله کار میکنه. بعد اگر نیاز به اطلاعات قرارگاه شمال باشه، سازمان آمان ازشون دریافت میکنه، هیچ مشکلی نیست توی روابط. تهیه اطلاعات و مشاوره نظامی به مقامات سیاسی و بلندپایه اسرائیل. تصمیم در خصوص شروع جنگ، مدیریت جنگ، در خصوص
اقدام نظامی، عملیات‌های ویژه، عملیات‌های منظم و نامنظم، انواع حالت‌های نظامی، تصمیم گیری برای اینها با اتکا به اطلاعاتیه که سازمان آمان ارائه میده و از این جهت ما میتونیم بگیم سازمان آمان به عنوان مشاور اطلاعاتی نظامی سیاستمداران و مقامات حکومتی اسرائیل معروف هست و شناخته شده است. انجام عملیات‌های ویژه اطلاعات نظامی به وسیله نیروهای مخصوص، نه اینکه افسران اطلاعاتی خودش عملیات کنن، نه اینکه سازمان آمان با اسم خودش عملیات بکنه. سازمان آمان یک سازمان عملیاتی نیست، اما واحدهای عملیاتی داره که عملیات‌های حوزه اطلاعاتی که نظامی هستن رو به وسیله یگانهای ویژه و نیروهای مخصوص ارتش اسرائیل انجام میده. گفتیم مثلا عمدتاً سایت متکل برای آمان عملیات رو انجام میده. بچه الان ساختار سازمان آمان هم با هم بررسی میکنیم و بعد جلسه امشب تموم میشه. تا الان سوالی هست بچه ها؟ مورد آخر چشم. الان عرض میکنم با ذکر نام واحدش و نوع اطلاعاتی که تولید میکنن عرض میکنم الان خدمتتون. مورد آخر، انجام عملیات‌های ویژه اطلاعات نظامی به وسیله نیروهای مخصوص. بچه‌ها در حوزه اطلاعات نظامی اگر نیاز باشه اقدام سخت و مشخصی صورت بگیره و یک عملیاتی صورت بگیره، سازمان آمان و افسران خودش این کار رو انجام نمیده. اطلاعات موجود رو به رده‌های ویژه و مخصوص ارتش میسپره تا اونا یک سری عملیات‌های ویژه‌ای رو در حوزه اطلاعات نظامی انجام بدن. یک مثال میگم، مثلا ترور یکی از فرماندهین سپاه به عنوان مثال در سوریه، که در این فرماندهی مثلا سپاه به عنوان یکی از فرماندهین سپاه قدس ممکنه یک سری اقدامات ضد اسرائیلی توی سوریه انجام میده و از لحاظ نظامی آسیب میرسونه به اسرائیل. اینا میان برای ترور این شخص به سایر ارتمتیکل اطلاعات میدن، میگن برو بزن. به این ترتیب معمولا در خصوص مسائل اقدام نظامی و جنگ‌های شهرداری، الان مثلا کابینه امنیتی تشکیل میشه یا اصلا توی شورای امنیت ملی، اینا میخوان در خصوص یک سری مسائل سیاست خارجی با هم دیگه بحث بکنن. اطلاعاتی که در حوزه مرتبط با ارتش به اینا ارائه میشه توسط سازمان آمانه. این که مثلا اسرائیل نسبت به مصر، نسبت به تحرکات نظامی مصر در شبه جزیره سینا چه واکنشی نشون بده، اتکای میتونم بگم مدیریتی نهادهای مرتبط مثل کابینه امنیتی یا شورای امنیت ملی به اطلاعاتی هستش که سازمان آمان میده. همین. خواهش میکنم خانم اعتباری. خب بریم سراغ واحدهای سازمان آمان دیگه. این هم اسلاید آخر بگیم انشالله تموم بشه. خب بچه من واحدهای اصلیشو نوشتم، اگه خواستید اسکرینم بگیرید مشکلی نیست. واحد 8200 که مشهورترین واحدشه و خیلی به اشتباه مال موساد میدوننش. بعد عزیزانی که اینا مال موساد میدوننش به ما میگن شما هیچی از دشمن نمیفهمید، شما شیادید، شما فلان بهمانید و حاضرم نمیشن که اصلا با شاگردان ما هم یه بحثی بکنن. باید این مطالب رو یاد بگیرن. واحد 8200 بچه‌ها وظیفه‌اش کامنت گذاری نیست. من نمیدونم کدوم بزرگواری، کدوم عزیز دلی برای اولین بار گفت نیروهای 8200 اسرائیل کامنت های فارسی زبان میذارن تو اینستاگرام. من این بزرگوار رو میخوام پیدا کنم، ازش بپرسم که این مطلب رو شما از کی شنیدی؟ از کجا خوندی؟ بابا اینا جمع‌آوری اطلاعات میکنن. واحد 8200 واحد عملیاتی نیست، چه عملیاتی سخت باشه چه عملیات نرم باشه، اینا اطلاعات جمع‌آوری میکنن. از کجا؟ یک، اطلاعات مشهود و دو، اطلاعات غیر مشهود که از حوزه‌های الکترونیکی مثل بحث شنود، از فضای مجازی، از زیرساخت‌های ارتباطی مثل تلفن همراه، مثل شبکه‌های مجازی، مثل
دارک وب، از اینا اطلاعات مشهود و غیر مشهود رو جمع آوری میکنن با تاکتیک های خاص خودشون. این واحد بله زبان فارسی بلده، این واحد زبان انگلیسی بلده، زبان های روسی اینا بلده. نه برای اینکه کامنت بذاره دوستان، جایی لطفا اینو نگید، نه برای اینکه خودشو به عنوان ایران جا بزنه، برای اینکه اطلاعات صرفا جمع آوری کنه برای سازمان آمان. واحد 9900 بچه واحدهای سازمان آمان مثل بعضی از نهادهای ما با اسامی شهرت داره. واحد 9900 توی بحث جمع‌آوری و تولید اطلاعات بصری مکانی، نقشه‌های ماهواره‌ای و اطلاعات جغرافی از مناطق مختلف جهان کاربرد داره. واحد 9900 اطلاعات جغرافی کار میکنه، اما بحث GIS که خدمتتون عرض کردم به این واحد مربوط میشه. تولید نقشه‌ها، تحلیل نقشه‌ها، سیستم‌های هوشمند سنجش از دور، تصویربرداری‌های هوایی، بعد اطلاعاتی که ماهواره‌ها مخابره میکنن، اطلاعات مربوط به جغرافیای نظامی، این مباحث هم واحد 9900 رژیم صهیونیستی در سازمان اطلاعات آمان جمع‌آوری و تحلیل میکنه. واحد 504 واحد اختصاصی هستش که بحث اطلاعات نظامی حزب الله و کلا ناحیه لبنان یا شمال اسرائیل رو بر عهده داره و وظیفه‌ش اینه توان نظامی حزب الله رو جمع‌آوری بکنه و تحلیل بکنه و مشورت بده. واحد 54 واحدی هستش که تخصصاً روی توان نظامی ایران و سپاه پاسداران فعالیت میکنه و وظیفه‌ش این هستش که بحث قدرت نظامی سپاه و کلاً جمهوری اسلامی ایران رو اطلاعاتش رو جمع‌آوری کنه، تحلیل بکنه و ارائه بده. واحد 81 واحد مرتبط با مسائل هوش مصنوعی و فناوری‌های سایبری و حوزه کلاً امنیت سایبری و فناوری‌های نوین، کلاً حوزه‌هایی که مربوط به کار با سیستم‌های کامپیوتری هستش، حوزه‌هایی که مربوط به بحث سایبره، مربوط به علوم نوین کامپیوتریه با واحد 81 و این واحد 81 یکی از واحدهای نسبتاً سری سازمان آمانه. یک سری کارهایی میکنن با همکاری برخی از بخش‌های غیر دولتی و غیر نظامی که سعی میکنن بر اطلاعات کل مردم جهان تسلط و اشرافیت داشته باشن. بعد واحد 131 دارن که واحد عملیاتیشونه، واحد انجام عملیات‌های ویژه و سری اطلاعاتی که در حوزه ارتش تعریف میشن با استفاده از یگانه‌های نیروی مخصوص، مخصوصاً سایر تماتیکل. بعد اداره حفاظت اطلاعات سازمان آمان وجود داره که بحث ضد اطلاعات و جلوگیری از درز اطلاعات و کلا جاسوسی و مربوط به ارتش اسرائیل، نه تنها سازمان آمان، کلا مربوط به ارتش اسرائیل وظیفه اداره حفاظت اطلاعات سازمان آمانه. بعد یک سری اداره های منطقه‌ای داره نسبت به این مناطقی که مثلا توی شمال، جنوب، مرکز یا برخی از مناطق برون مرزی حتی تعیین میشن، اطلاعات نظامی اونها رو انحصاراً مرتبط با مناطق جغرافیایی جمع‌آوری و تحلیل میکنه. اداره کل آموزش دارن، اینها یک سری کمپ‌های خاصی برای آموزش نیروهای اطلاعاتیشون هست که وظیفه تعلیم نیروهای اطلاعاتی جدید و کلاً بخش شاخه‌های اطلاعاتی، رده‌های اطلاعاتی ارتش رو عهده داره. یعنی اداره کل آموزش آمان هم به سازمان اطلاعات آمان و پرسنلش آموزش میده و هم به افسران و سربازان رده‌های اطلاعاتی نیروی زمینی، هوایی، دریایی و از این قبیل. یه اداره کل تحقیقات هم دارن که مسائل علمی و تحقیقاتی اطلاعات نظامی اسرائیل رو دنبال میکنن و استراتژی‌های سازمان آمان، دکترین اطلاعاتی آمان رو این اداره کل پیگیری میکنه تا طراحی داشته باشه. خب دوستان این اسلاید هم تمام ارائه میشه به ما، تمام هستش. الان سوالی باشه در خدمت بزرگواران هستیم. برخی از این اعداد علتاش مشخص شده، برخیاش نه. آقا امین از آی پی شون میشه. آی شاهرودی کار سختیه. ولی بیشتر این کامنت های فارسی زبانی که ما معتقدیم از مردم ایران نیستن، از مجاهدین خلقه، نه از خود اسرائیل. بحث اسامیشون انشالله ترم سوم که بحث اندیشه نظامی و کلا امنیتی رژیم صهیونیستیه، هر جا نیاز باشه که خیلی تحلیلی تر به مسئله بپردازیم اونجا میتونید بپرسید. از آلبانی درسته.
نه اصلا وظیفهشون جداست. مثلا اونی که رو لبنان متمرکزه اصلا رونمایی از موشک‌های ایران متمرکز نیست. بله یه ذره غیر نظامی میشه. مثلا واحد 81 یکی از پرونده هاش یه ذره نه به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم لو رفت که اینا سعی میکردن با پوشش خدمات سلامت و بهداشت اطلاعات کل مردم جهان رو جمع آوری کنن. خواهش میکنم آقای پرمرتضوی، شب شما بخیر. والا یه چند جلسه مونده، چون ما یه ذره سرعت ها آوردیم پایین و شاید یه ذره بکشه بازم. عجله نکنید دوستان. بعد آقای عادلی اینا خیلی تخصصی نگاه میکنن به مسئله. از این واحدهای سازمان آبان دوستان کدوماشو تا الان شنیده بودید؟ نه تو سایر واحدها کارشون دخالت نمیکنه. واحد 54 هم که تازه تأسیس شده. از خود آمان نداره آقای محمد جواد، از رده های سایتمتیکل داره. بله تازه تشکیل شده. قبلش اینا اطلاعات نظامی حوزه ایران اصلا از طریق یک واحد خاصی پیگیری نمی‌کردن. اینا کمپ داشتن، کمپشون حالت مشابه میز بود، از این طریق جمع آوری میکردن. نه کار غیر نظامی خیلی نمیکنه خانم کیمیایی، شاید مرتبط باشه اما هدفش برای امور نظامیه، اما خب پوششاش غیر نظامیه. بله شادی در خدمت شما هستیم. موضوعتون رو بفرمایید بنده راهنمایی کنم رشته‌تون رو. اقدام خنثی‌سازی خانم ابوالحسنی، همین واحد 131. شلداک نه، شلداک خیلی با آمان کار نمیکنه، ولی خب اگر نیاز باشه موقتا کار میکنن. ولی سارت متکل همیشه با آمان کار کرده. اطلاعات مربوط به اینکه کجا هستش چه کسی هستش با آمانه بله، اما خود عملیات چون اگر نیروی هوایی باشه دیگه با آمان نیست. آقای شاهدادی به نظر من موضوع داغی که برای پایان نامه شما میتونید کار کنید روی اسرائیل بحث از هم گسستگی روابطش با غربه. همچین موضوعی میتونید کار کنید که آیا اسرائیل با غرب به مشکل میخوره یا اصلا چیکار کنیم به مشکل بخوره و این پشتوانه غربش از دست بره. روی این موضوع اگه بتونید کار کنید، البته سخت اینو عرض بکنم، ولی بتونید کار کنید بسیار نوآوری داره و فوق‌العاده است. بیشتر هدف این عملیات ها لوجستیکیه، یعنی سعی میکنن راه ارتباطی ایران به مقاومت اسلامی رو تحت تاثیر قرار بدن. بله داره، ولی یه ذره سخت‌تره پیدا کردنشون، وگرنه هست. نه خیلی کار شده با محمد جوادی، موضوع خیلی خیلی کار شده، در موردش خیلی پایان نامه و مقاله نوشته شده. بیشتر عملیات‌های شلداگ رو آقای فاطمی معمولا شاباک گرا داده تا الان و خود شلداگ هم یک رده اطلاعاتی داره ها برای یک سری عملیات‌های خاصش، ولی معمولا شاباک این گراها رو بهشون میده. در خدمت ما شاهدیم. خب دوستان دیگه سوالی هست؟ مطلبی سوالی موردی؟
باقی دوستانم اگر بخوان مقاله‌ای بنویسن، پژوهشی کار کنن، بنده تمام کمال در خدمت عزیزان هستم. خواهش میکنم، وظیفه است. خب من فعلا این ضبط رو متوقف بزنم.